دلم میخواد راجع به یکی از مهمترین قانونمندی‌های جهان هستی که باعث همه موفقیت و سعادت و ثروت در دنیای انسان میشه رو برات بحث کنم. واقعیت قضیه این است که تو دنیای آدم‌ها دو تا پارامتر خیلی مهمه. یکی این که همه آدم‌ها دوست دارن اوضاع زندگی بر وفق مرادشون باشه. دومی که دوست دارن همیشه حالشون و احساسشون بسیار قشنگ باشه و همیشه احساس خوشبختی و سعادت بکنن. ولی واقعیت قضیه اینه که تو نمیتونی در حالی که حالت بده اوضاع رو بر وفق مراد خودت بکنی، بلکه برعکس. اول باید حالت و احساست قشنگ باشه تا از این رهگذر تمام جهان هستی به طور در واقع سیگنال مثبت بده و همه چیز بر وفق مراد تو بشه. لذا میخوام این جمله زیبای الهی من هرگز فراموش نکنی که احساس خوب من از زندگی و کارم نه به خاطر این هستش که همه چیز بر وفق مراد من است. کی گفته؟ ولی همه چیز بر وفق مراد من میشود آنجا که من احساس قشنگی از خودم و کار زندگیم دارم.